بازیکنان رال از سمت چپ یه موقعیت خوب در محوطه جریمه، فرصت برای زدن ضربه. این پاس رو در میفرسته کریم بنزما، این فرصت و چیزی نمونده بود که در یه باری همچین حرکتی رو انجام دادن. حالا آفسایدی هم در کار نیست، خود دیماریا ضربه رو میزنه و توی دروازه. یه موقعیت خوب، آنخل دیماریا یکی از بهترین پاسورای این فصل رئال مادرید اینجا یه گل تعیین کننده و سرنوشت ساز میزنه. خیلی میلیمتری و اینیستا دبرم میزنه، پپرو یه لحظه از پیش رو برداشت، در شرایطی نامتعادل توپش برگشت. همچنان فرصت، یه موقعیت، مسی ضربه رو میزنه. آقای ماتیولاز بوده امشب یه بار دیگه فرصت کرد بره از بین 2-3 نفر راه میشه ضربه رو. یه بار یه فرصت، این ضربه توپ رو میفرستن برای دروازه، این ضربه سر و توی دروازه گل تساوی بخش و مارک بارترا مدافع مودریچ، خود لوکا مودریچ ضربه‌شو میزنه. حالا یه فرار هماهنگ، گرت بیل استارت میزنه، کاملا بارترا جا موند، خود بیل فرصت هست و توی دروازه چه استارتی، بیش از یه نیم از زمین رو طی کرد و نهایتا گل رو هم. این بنزما یه بار دیگه در موقعیت گل، بارسا یا عقبم، خود بنزما، شابی یه فرصت، موقعیت برای گل تساوی، تیر دروازه نشون میده که